سلام. امشب موشکافی میکنه براتون. ادامه مذاکرات وین 6 رو که بد جوری فس ولی فقیر رو در آورده. الان هرچی گوش تیز کنی جز صدای ناله از اطراف و اکناف ولایت نمیشنوی. ای داد ای هوار از این زیاده خواهی ها. ملت عزیز ما شاهد زیادی خواهی های دولت های غربی به خصوص آمریکایی ها در طول مدت مذاکرات 5+1 هستند. یکی از محورهای مهم در زیادی خواهی های دشمنان و این گروه 5+1 به خصوص از طرف آمریکایی ها همین متوقف شدن رشد علمی کشوره. منظورت از متوقف شدن رشد علمی کشور وای دادن سانتریفیوژ هاست؟ خب چرا اینقدر قضیه رو میپیچونی؟ مثل شربت مداری پته رو بریز رو آب و تمومش کن بره دیگه. آنچه آمریکا به عنوان خط قرمز خود مطرح می کند، یعنی برخورداری ایران از 8000 سانتریفیوژ، در واقع و در عمل شکل دیگری از همان غنیسازی آزمایشگاهی است و نه صنعتی. با این حساب لابد تو هم میشی موش آزمایشگاهی. رفقا همونطور که ملاحظه میکنی دلواپسای باند ولایت دارن برا کوسه و دنبش خط نشون میکشن ها. ببینین چطوری؟ جان کری در رجزخوانی برخلاف اظهار نظر آقای روحانی که گفته بود کاسه تحریم ها شکسته است تأکید می کند که سامانه تحریم ها دست نخورده و چنانچه ایران درخواست های ما را بپذیرد به تدریج تحریم ها را لغو می کنیم. آن هم به گفته وندی شرمن حداقل طی 20 سال و فقط تحریم های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و متاسفانه این دروغگو راست میگوید. این وسط تیوی ریش سعی میکنه یکم دست به عصاتر تاتی کنه، یعنی از ترس چپ کردن بسیجیا درخواستی رو مطرح میکنه که خودشم میدونه دوغکیه. نگارش متن توافق جامع سخت‌ترین مرحله مذاکرات است و افکار عمومی در ایران انتظار دارد متن توافق جامع شفاف و روشن باشد تا طرف مقابل در آینده نتواند تعهداتش را نقض کند و همچنین حقوق هسته‌ای ایران بر اساس قرارداد NPT و مقررات آژانس باید در توافق جامع آورده شود و مردم ایران ثمره ایستادگی را در متن توافق ببینند. کدوم ثمره؟ چی رو میخوای ببینی؟ میخوای ببینی زهر تا کجای جسم ناقص عظما رفته؟ بی خیال بابا، همون بهتر که نبینی، چون وضعیت خیلی خیتر از این حرف هاست. بعدم تازه کدوم توافق نامه؟ این که الاغچیه تا پالون تو گل مذاکرات گیر کرده. تقریبا تمام مفادش مورد اختلاف هست و هنوز خیلی کار داره تا به هم نزدیک بشه. بله، خلاصه وضعیت قراشنیشیه. از اون طرف باند کوسه و شیخ فری بساط زهرخوری رو با 5+1 پهن کردن، همه زورشون هم میزنن تا این دفعه دیگه عظما ادا و اطفا رو بذاره کنار و یه نفس جامو بره بالا. زبان حاکم بر روابط بین الملل زبان قدرت است و کسانی می توانند از آسیب‌ها در امان باشند که این زبان را بشناسند و آن را دور بزنند. حفظ نظام، حفظ کشور حکم می کند که بهانه را از دشمنان گرفته و مذاکرات را به نتیجه برسانیم تا توان ما برای جبران هر خسارتی در آینده نیز محفوظ بماند. این وسط علی گدا مونده و حوزه چه کنم؟ اگه زهر رو بخوره یعنی جرخوردگی ولایی و پاچگیری دلواپسا، اگرم نخوره و قضیه رو کش بده کار میکشه به تحریم‌های استخوندار و دیریم دام دام دارم بوم 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 بوم. عظما به این میگن مصیبت عظما. بحثای دام و شفا با
موشکافان